در نویای وسطی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ساختمان 6 مؤسسه نوی تعلیمی و در نزد 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 970 جای نشست ساختمان صنفخانه‌های ایلاوگی ادامه دارد که انشاءات مذکور سال روان با تامین لوازمات ضروری تعلیمی مورد استفاده قرار داده می شود. امروز در ناحیه 73 مؤسسه تعلیمی با تعلیم و تربیت نسل نوروز مشغول است. البته پیوسته نظارت می‌بریم که سطح و صفت دانش در بین خوانندگان زینه به زینه بالا رود، افزایش اهالی زیاد می شود و البته این از ما طلب میکند که خوانندگان را بیشتر به جای نشست با صنفخانه ها تامین نماییم. در مؤسسه های تعلیمی رقم 18 و 34 ساختمان صنفخانه های ایلاوگی برای 360 نفر و در مکتب رقم 34 برای 320 نفر ادامه دارد و با استفاده داده شدن این بناهای ایلاوگی شرایط کار در این مؤسسه ها باز هم به تنظیم دارد و این امکان میدهد که سطح و صفت دانش خوانندگان در این مؤسسه های تعلیمی با مراتب بالا رود. در اساس برنامه دولتی اوید به تعمیر و از نوسازی مکتب‌ها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت یک قطار مؤسسه‌های از نو ساخته با تمام تجهیزات‌های تعلیمی تامین شدند. حالا در نزد یکچند مؤسسه‌های تعلیمی نویت ساختمان بناهای نوی تعلیمی ادامه دارد. از جمله مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 دهه سیلبوری جماعت دیهاتی میرعلی محمدعلی نویه که خوانندگان در 3 بس تعلیم گرفتند، ساختمان بنای نوی ایلاوگی عبارت از 15 صنفخانه برای 375 نفر خواننده از حساب ریاست ساختمان اساسی ولایت ساخته شده روزهای نزدیک مورد استفاده قرار داده می شود. مؤسسه با همه تجهیزات‌های حاضر زمان تجهیزانیده شده است. مینه‌داری خود را با اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می‌رسانم که برای ما آموزگاران چنین مؤسسه نو زمانوی ساخته با استفاده می‌دهند. این ما را وادار می‌سازد که نسل نوروز را در روحیه و تندرستی خویشتن‌شناسی و حس ملی تربیت نماییم. کارهای ساختمانی و تعمیر و از نوسازی در دیگر انشاءات با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطران ادامه دارد. ساختمانچیان مقصد دارند که ساختمان این انشاءات را سر وقت و با صفت بلند به انجام رسانند. شریف جان سفرزاده از زلای سعید برای برنامه اخبار از نویای وسطی.